به اطلاع یک منبع پایگاه خبری بامداد در شهر استرافشان ولایت سوخت کدامی از صاحبکاران به جانش رسیده شیشه های ماشین یک کارمند نوزرات انداز را زده شکسته است. به گفته این منبع این حمله به ماشین کارمند انداز در پایان ماه نوامبر در روزهایی که کارمندان انداز به خاطر پر کردن نقشه صاحبکاران را به جان حالشان میرساندند روی داده است. حادثه طرف بیکار روی داده است و کسی شیشه های ماشین اوپل استرا خوشنود نام یک کارمند انداز را که در نزد بنای ناظرات انداز گذاشته بود با سنگ زده شکسته است. وقت این حادثه هم کارمندان انداز در جای کار بودند، چون که در پایان ماه به خاطر پر کردن نقشه آنها تا پاس شب کار میکردند. به احتمال غالب این کار را کدامی از صاحبکاران کرده است، ولی تا حال یگان نفر را با گمان دست داشتن در این حادثه دستگیر نکردند. خود مقامات نیز چندان مایل نیستند که تگ این مسئله گفته شود. آن کارمند انداز با نام خوشنود بعد آن حادثه به رخصتی فرستاده شده است، نقل کرد منبع بامداد. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. مقامات انداز و کارهای داخلی استرافشان این حادثه را تا حال شرح ندادند. این بار اول نیست که کارمندان انداز با دلیل فشارشان به مردم و به خصوص صاحبکاران ورد زبانها قرار میگیرند. در بهار سال 2019 در اینترنت ویدیویی نشر شد که چگونه صاحبکاران یک بازار در شهر توس کارمندان انداز را که دکان آنها را بستند دنبالگیری میکنند. به این ویدیو حتی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان توجه کرد و ماه سال 2019 در ملاقاتش با نمایندگان مقامات حفظ حقوق تاجیکستان و کارمندان انداز با یک لحن تند انتقاد کرد و گفت که آنها مردم را به جان رسانیدند. مسئله در انتخاب و جابجاگذاری نادرست کادرها است. کادرها نه از لحاظ کسبیت، فقط از لحاظ کی خویش و تبارکی است تعیین کرده میشوند. معلوماتش را هم نگاه نمیکنند، سوادش را هم نمیپرسند و مثل که در نویه شهر توس پرتافتند اخیراً در اینترنت تماشا کردید کارمندان انداز به جان مردم رسیدگی. امامعلی رحمان از آن اظهار نگرانی کرد که انداز و گمرک به منبع درآمد مفت و غیر قانونی و پوره‌خوری تبدیل یافته است. سروزیر کاخی رسولزاده کمیسیون اتستاسیونی ساخته تمام این ساختارها را از ایلک بیختن در کار است. مالکیتشان را دکلاراسیون کنند تا خسر و خوشنامه‌هایشان با یک فرمان همت را جواب میدهم. بعد آن سخنرانی پر انتقاد پرزیدنت یک شمار بزرگ کارمندان بلندپایه کمیته انداز با شمول معاون رئیس این کمیته و سردار ناظرات انداز در بسیاری از شهر و ناحیه‌ها همچنین سردار ریاست انداز ولایت ختلان از مقام‌هایش برکنار کرده شدند، ولی بعد چند معلوم شد که تقریبا همه آنها به منصب‌های نوی همچنان راحت و روغنی تعیین شدند.